این راه را در ناحیه همدانی مردم از نو می‌سازند. درازیش 14 کیلومتر است و 3 جماعت را با هم می‌پیوندد. رئیس ناحیه میگوید با سازی راه تشبثی ساکنان است و خرد و کلان به حشر برآمدند. صاحبکارایی که بیرون هستند تو مواجه را دعوت کردیم، یک جای قطعی رئیس محله گپور گپ دادیم، این به حد این خیلی گپ میزنیم، اگر این به حد سوی کلان میشد، اگر جمع مهندسا باشن همین 14 و از 1 کیلومتر یا قطعی اگر تقریبا بگیریم 15 کیلومتری که ما امروز کار کردیم قریب 18 میلیون تومانی میشود. منفرش کردن این راه در آستانه انجامیابی است. رئیس ناحیه همدانی گفت در بازسازی آن حکومت محلی یک سامانی جدا نکرد. بر علاوه منفرش کردن راهها را باید چراغان هم کنند. همین از بودجه ناحیه ولایت جمهوری یگان لایه یگان تیم پرداخت شده نیست و امروز هم 10 کیلومتری که همین آدم‌ها کردن اگر حساب کنیم 12 میلیون تومانی نقد را در بر میگیرد. اکثر راه‌های ماشینگرد تاجیکستان که در دوره شوروی ساخته شدند کهنه و فرسوده هستند و برای تعمیر هر ساله آن میلیون‌ها دلار ضرور است. چند سال باز در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان راه‌های بین دهه و جماعت‌ها را خود مردم می‌سازند یا تعمیر می‌کنند. مقامات هم اعتراف می‌کنند که با یاری مردم و مهاجران و صاحبکاران بیشتری راه‌ها تعمیر گشته است. رئیس ولایت ختلان گفت حالا در شهر و ناحیه‌های این منطقه تاجیکستان یک نوع سبقت راهسازی بین مردم جریان دارد. او سهم صاحبکاران را بیشتر گفت. در شهر و ناحیه‌های ولایت بین دهه‌ها کوچه‌ها مسابقه وابسته به اصل شدن راه‌ها رفته است. این بسیار تشبث‌های خوب است. این مسئله من فکر می‌کنم که باید همه ما و شما بیشتر تشویق و ترغیب کنیم. تا امروز در ولایت ختلان 46 کیلومتر راه با جلب صاحبکاران و ساکنان منفرش کرده شده است. نقشه دارند که آن را تا آخر سال به 120 کیلومتر رسانند. اما نمایندگان حکومت نگفتند که در این دوره از بودجه ولایت چقدر راه‌ها را تعمیر و منفرش کردند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه همدانی.